سلام دوستان، من مستانم. امروز میخوام یه خاطره پرواز تعریف کنم برای پیج مهسا مخصوص. یه 10 سال پیش بود فکر میکنم، پرواز اورلی پاریس پرواز داشتم. یه پرواز فوق العاده شلوغ پرفروش. من مهماندار پگاسوس بودم، همه‌چیمون فروشی بود، انقدر پرفروش بود، ما همه چی اون تو اون پرواز فروخته بودیم و خیلی شلوغ بود. بعد یه بچه بود توی اون پرواز، همش تو دست و پای ما بود. همش گفتیم مامان بابات کجاست، برو بشین، به تمرک فلان اینا، ببخشید. بعد یه بچه استراتژی تو پرواز بود. خلاصه سرویس ما تموم شد، من شماره 1 پرواز اومدم عقب، گلی داشت در میرفت، یعنی تمام سینیا فلان اینا. سرمهمان داره در اومد فروش دیوتی فری، ما دیوتی فری سیگار و مشروب و اینا تو پرواز میفروختیم. توی اون فاصله یه مرد اومد عقب، برگشت گفتش که خانم میتونم یه لیوان آب داشته باشم؟ نورمالی خب ما مجانی نمیدیم دیگه، باید پول بده. گفتم که انقدر سخت بود من ترولیو درارم، آب اون ور ترولی بود که بخوام بدم. گفتم بیا این گوشه وایسا سرمهمان داره نبینه، من یواشکی بهت یه لیوان آب بدم مجانی. گفت واقعا به مجانی میخوای آب بدی؟ گفتم آره، به خاطر اینکه نمیتونم آبو الان درارم، یه لیوان آب بدم بخور برو، فقط کار دارم. بعد خیلی تشکر کردم، اون گوشه گلی آب خورد، بعد رفت دستشویی، در دستشویی رو باز گذاشت. بعد گفتش که I can give you a French kiss if you want. منو میگی؟ What? Yeah, I can give you a French kiss if you want. همینجور شوک، یعنی اصلا نمیدونستم چیکار کنم. 10 سال دارم جوابی که به یارو دادم و تو مغزم چیز میکنم که چرا من اینو گفتم. یعنی برگشتم گفتم Sorry, I have red lipstick, I cannot kiss you. جواب من به یارو به جای که بزنم تو دهنش این بود که I have a red lipstick, I cannot kiss you, sorry. بعدن فهمیدم اون بچه تخصه که تو پرواز بود نمیشست، باباش این باباش بود، با زن بچهش تو پرواز بود، تو توالت میخواست به من فرنچ کیس بده. مرتی که حالا که دارم تعریف میکنم بن میگه هو